بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. درباره چه چیز از یکدیگر میپرسند؟ از آن خبر بزرگ که درباره آن با هم اختلاف دارند. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. نه چنان است که کافران میپندارند، به زودی خواهند دانست که قیامت چیست. باز هم نه چنان است که کافران میپندارند، به زودی خواهند دانست که قیامت چیست. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. آیا زمین را بستر آرامش قرار ندادیم؟ و کوهها را چون میخایی نگذاشتیم تا زمین را استوار نگه دارد؟ و شما را جفت آفریدیم و خواب شما را مایه آسایش گردانیدیم و شب را برای شما پوششی قرار دادیم و روز را برای طلب معیشت شما نهادیم. و بنینا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. و بر فراز شما 7 آسمان استوار بنا کردیم و خورشید را چراغ درخشنده‌ای قرار دادیم و از ابرهای بارنده آب ریزان فرود آوردیم تا سبب آن دانه و گیاه برویانیم و باغهای در هم پیچیده و انبوه. این یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. قطعاً روز جدایی حق از باطل وعدگاه است، روزی که در صور دمیده شود و گروه گروه می آید و آسمان گشوده می شود و به صورت دروازه های متعددی در می آید و کوهها به حرکت در آمده و به صورت سراب خواهد شد. این جهنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا. به یقین جهنم کمینگاهی است بزرگ که مرجع تمام سرکشان است که مدت‌های طولانی در آن میمانند. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. در آنجا نه هوای سردی را در میابند و نه نوشیدنی گوارایی را میچشند جز آبی سوزان و مایه‌ای از چرک و خون. این مجازاتی است موافق و مناسب اعمالشان. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. چرا که آنها هیچ باور بر روز حساب نداشتند و آیات ما را به طور کامل تکذیب کردند و ما همه چیز را به طور دقیق در کتابی شمارش و ثبت کرده ایم. پس به آنان گفته می شود بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم. این للمتقین مفازا حدائق و اعنابا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. به یقین برای پرهیزگاران نجات و رستگاری بزرگی است. باغ‌های سرسبز و انواع انگورها و حوریان بسیار جوان همسن و سال و جام‌های لبریز و پیاپی از شراب طهور. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. در آنجا نه سخن لغو و بیهوده‌ای میشنوند و نه دروغی. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. آنها پاداشی است از سوی پروردگارت و انعامی است مطابق اعمالشان. همان پروردگار آسمان و زمین و آنچه در میان آنهاست. همان پروردگار بخشاینده که هیچ کس حق ندارد به اجازه با او سخنی بگوید. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. روزی که روح و فرشتگان به صف می ایستند و هیچ یک سخن نمی گویند جز به اذن خداوند رحمان و آنگاه که می گویند درست می گویند. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. آن روز حق است. هر کس بخواهد اکنون راه بازگشتی به سوی پروردگارش برمیگزیند. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. و ما شما را از عذاب نزدیکی بیم دادیم در روزی که انسان آنچه را از قبل با دستهای خود فرستاده می‌بیند و کافر می‌گوید ای کاش خاک بودم و گرفتار عذاب نمی‌شدم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. سوگند به فرشتگانی که از کافران به سختی جان ستانند و به فرشتگانی که جان مؤمنان را به آرامی میگیرند و به فرشتگانی که در اجرای فرمان الهی با سرعت حرکت میکنند و سوگند به فرشتگانی که در تطبیق فرمان خدا از یکدیگر سبقت گیرنده اند و سوگند به جماعت فرشتگان که در تطبیق امور تدبیر میکنند. یوم ترجف الرادفه تتبعها الرادفه. روزی که آن زلزله وحشتناک همه چیز را به لرزه در می آورد، یعنی سور اول دمیده شود و از پی آن حادثه دومین رخ دهد، یعنی سور دوم دمیده شود. قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه. در آن روز جمعی از دلها سخت هراسانند و دیدگانشان از ترس قیامت فرو افتاده است. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره أإذا كنا عظاما نخره. آنها میگویند آیا ما به زندگی مجدد باز میگردیم؟ آیا هنگامی که استخوان‌های پوسیده‌ای شدیم ممکن است زنده شویم؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. آنگاه میگویند که این گونه بازگشت بازگشتی است زیانبار. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
ولی بدانید این بازگشت تنها با یک آواز شدید است. ناگهان همگی به میدان قیامت ظاهر می گردند. هل اتاک حدیث موسی؟ آیا سرگذشت موسی به تو رسیده است؟ ناداه ربه بالوادی المقدس طوى. در آن هنگام که پروردگارش او را در سرزمین مقدس طوا یعنی تور فراخواند: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. و به او هدایت داد به سوی فرعون برو که از حد گذشته است و به او بگو آیا می خواهی پاکیزه شوی و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از نافرمانی او بترسی؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. سپس موسی بزرگترین معجزه را به او نشان داد، اما او تکذیب و نافرمانی کرد و رویگردان شد و برای محو آیین حق تلاش نمود. سپس مردم را گرد آورد و ندا داد و گفت من پروردگار برتر شما هستم. از این رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخت. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. به یقین این داستان عبرتی است برای کسی که از نافرمانی خدا بترسد. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. آیا آفرینش شما بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد، سقف آن را برافراشت و آن را نظام بخشید و شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود؟ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. و زمین را بعد از آن گسترش داد و از آن بیرون آورد آب و گیاهانش را و کوهها را استوار ساخت. همه اینها برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان است. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. هنگامی که آن حادثه وحشتناک بزرگ رخ دهد، در آن روز انسان به یاد کوشش‌هایش می‌افتد و دوزخ برای هر بیننده‌ای آشکار می‌گردد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. اما آن کسی که طغیان کرده و زندگی دنیا را بر آخرت مقدم داشته، به یقین دوزخ جایگاه اوست. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و خود را از هوا و هوس باز دارد، به یقین بهشت جایگاه اوست. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. و از تو درباره قیامت می‌پرسند که در چه زمانی واقع می شود. فيم أنت من ذكراها. تو با یادآوری زمان آن چی به دست می‌آوری؟ إلى ربك منتهاها. نهایت
نهایت علم آن به سوی پروردگار توست و هیچ کس جز خداوند از زمانش آگاه نیست. انما انت منذر من یخشاها. تو فقط بیم دهنده کسانی هستی که از آن می ترسند. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. روزی که قیامت را می بینند احساس می کنند که گویا در دنیا جز شامگاهی یا صبحگاهی بیشتر نبودند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. عبس و تولی ان جاءه الاعمی. پیغمبر چهره در هم کشید و روی گردانید از اینکه نابینایی به نزد او آمد. و ما یدریک لعله یزکی او یذکر فتنفعه الذکری. تو چی میدانی؟ شاید او تقوا پیشه کند یا پند گیرد و این پند به حال او مفید باشد. اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. اما آن کس که خود را توانگر می‌بیند تو به او روی می‌آوری و با آن که اگر پاک نگردد بر تو مسئولیتی نیست. و اما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. اما کسی که به سوی تو شتابان می آید و از خدا می ترسد پس تو از وی غفلت می کنی. هرگز چنین نیست که آنها می پندارند. این قرآن برای همه تذکر و یادآوری است و هر کس بخواهد از آن پند می گیرد. فی صحف مکرمه مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة کرام بررة. در صحیفه های با ارزش والا قدر و پاکیزه‌ای قرار دارد. به دست های نویسندگانی است بزرگ، والا مقام، فرمانبردار و نیکوکار. قتل الانسان ما اکفره. مرگ بر این انسان که چقدر ناسپاس است. من ای شیء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. خداوند او را از چه چیزی آفریده است؟ او را از نطفه ناچیز آفرید و به اندازه متناسب مشخص کرد. سپس راه سعادت را برای او آسان کرد. بعد او را میراند و در قبر نهاد. پس هرگاه بخواهد او را زنده می کند. کلا لما یقض ما امره. هرگز چنین نیست. او آنچه را که خدا فرمان داده اطاعت نکرده است. فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. انسان باید به غذای خویش و آفرینش آن بنگرد. ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم. سپس زمین را از هم شکافتیم و در آن دانه‌های فراوانی رویانیدیم.
انگور، سبزیجات، زیتون، خرما و باغ‌های پردرخت میوه‌ها و چراگاه‌ها تا وسیله برای بهره‌گیری شما و چهارپایانتان باشد. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هنگامی که قیامت با آواز گوشخراش خود بیاید، در آن روز انسان از برادر خود می گریزد و از مادر و پدرش و همسر و فرزندانش. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. آن روز هر کدام از آنها وضعیتی دارند که او را کاملاً به خود مشغول می سازد. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. در آن روز چهره‌هایی از شادمان، نورانی، خندان و مسرور، و در آن روز چهره‌هایی از غبارآلود که دود و تاریکی آنها را پوشانیده. آنان همان کافران بدکارند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود و هنگامی که ستارگان به فروغ شود و هنگامی که کوه‌ها به حرکت درآیند و هنگامی که شتران با حمل دهماهای خود به حال خویش گذاشته شوند. و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هنگامی که جانوران وحشی جمع می شوند و هنگامی که دریاها مانند آتش افروخته شوند و هنگامی که روحها و بدنها یا مردم همخوی و خصلت با یکدیگر جفت گردند و هنگامی که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود به کدامین گناه کشته شده. و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشطت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت. هنگامی که نامه‌های اعمال گشوده شود و هنگامی که پرده آسمان برداشته شود، هنگامی که دوزخ شعله‌ور گردد و هنگامی که بهشت نزدیک شود، در آن وقت هر کس می‌داند چه چیزی را برای خود مهیا ساخته است. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. پس سوگند به ستاره هایی که باز می گردند، حرکت می کنند و از دیده ها پنهان می شوند، و سوگند به شب که می آید و می رود و به صبح هنگامی که می دمد. انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. به یقین که این قرآن کلام فرستاده فرشته بزرگواری است که صاحب قدرت است و نزد خداوند صاحب عرش مقام والایی دارد. در آنجا فرمان روا و امین است. و ما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین. ای مردم، همنشین شما مجنون نیست، به یقین او را در افق روشن دیده است. و ما هو علی الغیب بضنین
وما هو بقول شیطان رجیم فأین تذهبون. و بر تعلیم اسرار غیب بخیل نیست. این قرآن گفته شیطان رانده شده از درگاه خدا نیست. پس به کجا می روید؟ این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. این قرآن چیزی جز پند برای جهانیان نیست، برای کسی از شما که بخواهد راه مستقیم را پیش گیرد. وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. و شما اراده نمی کنید مگر اینکه خداوندی که پروردگار جهانیان است اراده کند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. هنگامی که آسمان از هم شکافته شود، هنگامی که ستارگان پراکنده شوند، هنگامی که دریاها منفجر شوند و هنگامی که قبرها گشوده شوند، در آن زمان هر کس آنچه را از پیش فرستاده و آثاری را که پشت سر گذاشته می‌داند. یا ایها الانسان ما غرك بربك الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ای انسان، چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ همان که تو را آفرید و منظم ساخت و اعتدال بخشید و در هر صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هرگز آنگونه نیست که شما میپندارید، بلکه شما روز جزا را انکار میکنید و با یقین نگهبانانی بر شما گماشته شده، نویسندگان والا مقام که اعمال نیک و بد شما را میدانند. این الابرار لفی نعیم و این الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین. با یقین در آن روز نیکوکاران در بهشت و بدکاران در دوزخند. روز جزا وارد آن می شوند و می سوزند و آنان هیچگاه از آن غایب نیستند. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. تو چه میدانی روز جزا چیست؟ و باز هم تو چه میدانی روز جزا چیست؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. روزی است که هیچ کس قادر به انجام کاری به سود دیگری نیست و در آن روز همه امور از آن خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. وای بر کم فروشان
آنان که وقتی برای خود چیزی از مردم با پیمانه میگیرند حق خود را به طور کامل دریافت می‌دارند، ولی هنگامی که برای دیگران پیمانه یا وزن می‌کنند کم می‌گذارند. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. آیا آنها گمان نمی کنند که برانگیخته خواهند شد در روز بزرگ، روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان به پا می خیزند؟ کلا این کتاب الفجار لفی سجین. هرگز چنین نیست که آنها درباره قیامت میپندارند. به یقین نامه اعمال بدکاران در سجین قرار دارد. و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. تو چه میدانی سجین چیست؟ کتابی است نوشته شده. ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، آنانی که روز جزا را انکار می کنند. و ما یکذب به الا كل معتد اثیم اذا تتلى علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. و تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است. آنانی که وقتی آیات ما بر آنها خوانده می شود می گویند این افسانه های پیشینیان است. کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. چنین نیست که آنها می پندارند، بلکه اعمالشان بر دلهایشان زنگ پدید آورده است. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. چنین نیست که می پندارند، بلکه آنها در آن روز از دیدار پروردگارشان محرومند. ثم انهم لصال الجحیم ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون. آنها به یقین وارد دوزخ می شوند. سپس به آنها گفته می شود این همان چیزی است که آن را انکار می کردید. کلا این کتاب الابرار لفی علیین. چنین نیست که این نامسلمانان می پندارند. به یقین کتاب اعمال نیکوکاران در علیین است. و ما ادراک ما علیون. و تو چه میدانی که علیین چیست؟ کتاب مرقوم یشهده المقربون. کتابی است نوشته شده که مقربان آن را مشاهده یعنی مراقبت می کنند. این الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. مسلماً نیکوکاران در بهشت پر نعمتند. بر تختهای زیبای بهشتی تکیه کرده و به زیبایی‌های بهشت می‌نگرند. در چهره‌هایشان تراوت، نشاط و فراوانی نعمت را می‌بینی. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون. آنها از شراب طهور دست نخورده و مهر شده‌ای سیراب می شوند. مهری که بر آن نهاده شده از مشک است و مشتاقان باید برای این نعمتهای بهشتی بر یکدیگر پیشی گیرند. و مزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. این
شراب طهور آمیخته با تسنیم است، همان چشمه‌ای که مقربان یعنی نزدیکان درگاه خدا از آن می نوشند. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. گناهکاران در دنیا پیوسته به مؤمنان می خندیدند و هنگامی که از کنارشان می گذشتند آنان را با اشاره تمسخر می کردند و هنگامی که به سوی خانواده خود باز می گشتند مسرور و خندان بودند. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. و هنگامی که مسلمانان را می دیدند می گفتند به یقین اینها گمراهانند، در حالی که آنها برای مراقبت احوال مؤمنان فرستاده نشده بودند. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ولی امروز مؤمنان به کافران می‌خندند در حالی که بر تخت‌های بهشتی نشسته و به سرنوشت شوم آنها می‌نگرند. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. آیا با این حال کافران به جزای اعمال خود رسیده اند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. در آن هنگام که آسمان شکافته شود و تسلیم فرمان پروردگارش شود و سزاوار است که چنین باشد، و آنگاه که زمین هموار شود و آنچه را در درون دارد بیرون اندازد و خالی شود و تسلیم فرمان پروردگارش گردد و شایسته است که چنین باشد، در آن زمان حقایق آشکار می شود. یا ایها الانسان انك کادح الى ربك کدحا فملاقیه. ای انسان، تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اهله مسرورا. اما کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود با او به زودی و آسانی حساب می شود و خوشحال و سوی خانواده اش باز می گردد. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا. و اما کسی که نامه اعمالش به پشت سرش داده شود به زودی فریاد میزند وای بر من که هلاک شدم و در شعله‌های سوزان آتش میسوزد. انه کان فی اهله مسرورا. چرا که او در میان خانواده اش همیشه از کفر و گناه خود مسرور بود. انه ظن ان لن یحور. او گمان میکرد هرگز به زندگی پس از مرگ باز نخواهد گشت. بلی ان ربه کان به بصیرا. نه خیر، چنین نیست، پروردگارش نسبت به حال او بینا بود. فلا
أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. سوگند به سرخی شام و سوگند به شب و آنچه گرد می آورد و سوگند به ما آنگاه که کامل می شود که همه شما پیوسته از مرحله به مرحله دیگر منتقل می شوید. فما لهم لا یؤمنون. پس چرا آنان ایمان نمی آورند؟ با شنیدن این آیت قرآن کریم بالای شما یک سجده تلاوت واجب می گردد. و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبون. و هنگامی که قرآن بر آنها خوانده می شود سجده نمی کنند، بلکه کافران پیوسته آیات الهی را انکار می کنند. والله اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غیر ممنون. و خداوند آنچه را در دل پنهان می دارند به خوبی می داند، پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده، جز کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند که برای آنان پاداشی است دائمی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. سوگند به آسمان که دارای برج‌های بسیار است و سوگند به آن روزی که وعده شده و سوگند به شاهد و چیزی که مشاهده می شود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود. هلاک شدن اهل خندق، آتش دارای هیزم بسیار، هنگامی که در کنار آن نشسته بودند و آنچه را با مؤمنان انجام می دادند با خونسردی تماشا می کردند. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهید. از آنها انتقام نمی گرفتند جز این که به خداوند توانا و شایسته ستایش ایمان آورده بودند، ذاتی که حکومت آسمانها و زمین از آن اوست و خداوند بر همه چیز حاضر و شاهد است. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. کسانی که مردان و زنان با ایمان را شکنجه دادند و بعد از آن توبه نکردند برای آنها عذاب دوزخ و آتش سوزان حتمی است. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بی تردید کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند برای آنها باغ‌های بهشتی است که نهرها از زیر درختانش جاری است و این است پیروزی بزرگ. این بطش ربک لشدید. به یقین مجازات قهرآمیز پروردگارت بسیار شدید است. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود
ذو العرش المجید فعال لما یرید. اوست که آفرینش را آغاز می کند و باز می گرداند و او آمرزنده و دوستدار مؤمنان است. صاحب عرش بلند مرتبه و دارای عظمت است و آنچه را اراده کند انجام می دهد. هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. آیا سرگذشت آن لشکرها به تو رسیده است؟ لشکرهای فرعون و ثمود؟ بل الذین كفروا فی تکذیب والله من ورائهم محیط. ولی کافران پیوسته در حال تکذیب حق هستند و خداوند از هر طرف به آنها احاطه دارد. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. چنین نیست که کافران میپندارند، بلکه قرآن با عظمت است که در لوح محفوظ قرار دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب این كل نفس لما علیها حافظ. سوگند به آسمان و آنچه در شب پدیدار می شود و تو چه می دانی که پدیدار شونده در شب چیست؟ همان ستاره درخشانی است که تاریکی ها را می شگافد و هر کس مراقب و محافظی دارد. فلینظر الانسان مما خلق. باید انسان فکر کند که از چی آفریده شده است. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. از آب جهنده‌ای آفریده شده است، آبی که از میان پشت و استخوان سینه خارج می شود. انه علی رجعه لقادر. با یقین که خداوند می تواند او را بازگرداند، یعنی قدرت دارد که انسان را بعد از مرگ زنده کند. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. در آن روز که اسرار نهان انسان آشکار می شود، برای او هیچ نیرو و یاوری نیست. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. سوگند به آسمان دارای باران و سوگند به زمین پرشکاف که گیاهان از آن می رویند. این قرآن سخنی است که حق را از باطل جدا می کند و هرگز شوخی نیست. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. آنها پیوسته نقشه شیطانی می کشند و من هم در برابر آنها تدبیر می کنم. حال که چنین است کافران را فقط اندکی مهلت ده تا به سزای اعمالشان برسند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. نام پروردگار بلند مرتبت را به پاکی یاد کن، همان خداوندی که آفرید و آفریده اش را معتدل گردانید
و آن که به هر چیزی اندازه دقیق داد و هدایت نمود و آن که گیاهان را رویانید و سپس آن را تیره و خشکیده ساخت. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما به زودی قرآن را به گونه‌ای بر تو می‌خوانیم که هرگز فراموش نخواهی کرد مگر آنچه را که خدا بخواهد. به یقین او آشکار و پنهان را می‌داند. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. و در انجام کار خیر تو را توفیق می‌دهیم. پس پنده اگر پند به حالشان مفید باشد. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. کسی که از خدا می ترسد به زودی پند خواهد گرفت، اما بدبخت‌ترین مردم از آن دوری می کنند. همان کسی که در آتش عظیم دوزخ می سوزد، سپس در آن آتش نه می میرد و نه زنده می ماند. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. به یقین کسی که خود را پاکیزه ساخت رستگار شد، آن کس که نام پروردگارش را یاد کرد و نماز خواند. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولی این مردم نامسلمان زندگی دنیا را مقدم می دارند، در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. این حقایق بیان شده در صحیفه های آسمانی پیشین نیز آمده است، در صحیفه های ابراهیم و موسی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. هل اتاک حدیث الغاشیه. آیا داستان قیامت، روزی که وحشت آن همه را فرا میگیرد، به تو رسیده است؟ وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى نارا حامیه تسقى من عین آنیه. چهره‌هایی در آن روز شکسته و خارند، پیوسته عمل کرده و خسته شدند و نتیجه‌ای نگرفتند. آنها در آتش سوزان وارد می‌گردند، از چشمه بسیار داغ به آنان می‌نوشانند. لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. غذایی جز از ذره ندارند که نه آنها را چاق می کند و نه گرسنگی را برطرف می سازد. وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنة عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها عین جاریه. چهره‌هایی است در آن روز شاداب که از سعی و تلاش خود خوشنودند و در بهشت برین جای دارند که در آن سخن بیهوده‌ای نمیشنوند و در آن چشمه‌هایی است جاری. فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و زرابی مبثوثه. در آن تخت‌های زیبای بلند قرار دارد و جام‌های نهاده شده و بالش‌های در کنار هم و فرش‌های فاخر گسترده شده. افلا
كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. آیا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده و با آسمان که چگونه برافراشته شده و به کوه‌ها که چگونه در جای خود برافراشته و پایدارند و به زمین که چگونه گسترده و هموار گشته است؟ پس پند بده که تو فقط پند دهنده ای. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. تو بر آنان مسلط نیستی که به قبول توحید و ایمان مجبورشان کنی و پند برای همه سودمند است مگر کسی که روی گرداند و کافر شد، پس خداوند او را به بزرگترین عذاب مجازات می کند. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. به یقین بازگشت همه آنان به سوی ماست و به یقین حسابشان نیز با ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. سوگند به سپید دم و به شبهای دهگانه و به جفت و طاق و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند. آیا در این سوگندها سوگند مهمی برای صاحبان خرد است؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چی کرد؟ و با آن شهر با عظمت هرم چی کرد که مانندش در هیچ سرزمینی ساختن نشده بود؟ و قوم ثمود که صخره‌های عظیم سنگ را از کنار دره می بریدند و فرعونی که قدرتمند و شکنجه‌گر بود. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. چون اینها کسانی بودند که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان را در آنها به بار آوردند، به همین سبب پروردگارت تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش گرامی می دارد و نعمت می بخشد، مغرور می شود و می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است. و اما هنگامی که برای امتحان روزیش را بر او تنگ سازد، مایوس می شود و می گوید پروردگارم مرا خوار کرده است. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون
أكلا لما وتحبون المال حبا جما. چنین نیست که شما میپندارید. شما یتیمان را گرامی نمی‌دارید و یکدیگر را بر طعام دادن به محتاج تشویق نمی‌کنید و میراث دیگران را جمع کرده می‌خورید و مال و ثروت را بسیار دوست دارید. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. چنین نیست که آنها میپندارند. در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده شود و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند و در آن روز جهنم را حاضر کنند، آن روز است که انسان پند شنو می شود. اما شنیدن این پند چه سودی برای او دارد؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. میگوید ای کاش برای این زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم. فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. در آن روز هیچ کس مانند عذاب خداوند عذاب نمی دهد و هیچ کس همچون خداوند کسی را به زنجیر بسته نمی کند. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیه. تو ای انسان آرامش یافته به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که هم تو از او خوشنودی و هم او از تو خوشنود است. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پس در میان بندگان خالص من درآی و در بهشتم وارد شو. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. قسم به شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن سکونت داری، و قسم به پدر و فرزندش که ما انسان را در رنج و سختی آفریدیم. ایحسب ان لن یقدر علیه احد. آیا او گمان میکند که هیچ کس بر او قدرت نمییابد؟ یقول اهلکت مالا لبدا. افتخار کرده میگوید مال زیادی را خرج کرده ام. ایحسب ان لم یره احد. آیا انسان گمان میکند هیچ کس او را ندیده است؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین فلاقتحم العقبة وما ادراک ما العقبة. آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب و او را به راه خیر و شر هدایت نکردیم تا خیر را برگزیده و از شر دوری کند؟ ولی او با تحمل درد و رنج راه سخت و دشوار را سپری نکرد. و تو چی میدانی که آن راه سخت و دشوار چیست؟ فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه.
سپری کردن این راه عبارت است از آزاد کردن برده یا غذا دادن در روز گرسنگی برای یتیمی از خویشاوند یا محتاج و خاک‌نشین. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. اولئک اصحاب المیمنه. آنها اند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه. و کسانی که آیات ما را انکار کرده اند افرادی شومند که نامه اعمالشان به دست چپشان داده می شود. علیهم نار مؤصده. بر آنها آتشی است فرو بسته که راه فراری از آن نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. سوگند به خورشید و نورش چون بتابد و به ما هنگامی که در پی آن درآید. و سوگند به روز هنگامی که خورشید را آشکار سازد و سوگند به شب هنگامی که تاریکیش زمین را می پوشاند. والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. و سوگند به آسمان و ذاتی که آن را بنا کرد و سوگند به زمین و ذاتی که آن را هموار کرد و سوگند به نفس آدمی و آن ذاتی که آن را اعتدال بخشید. سپس فجور و تقوایش یعنی شر و خیرش را به او الهام کرد. به یقین هر کس نفس خود را پاک کرد رستگار شد و آنکه نفس خویش را با گناه آلوده ساخت از رحمت خدا محروم شد. كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قوم ثمود با سرکشی خویش حق یعنی پیامبر خود را تکذیب کردند. آنگاه که بدبخترین آنها به پا خواست و پیامبر خدا به آنان گفت شتر و معجزه خداوند را از نوبت آبش باز ندارید و مزاحم آن نشوید. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولی آنها او را تکذیب و شتر را پی کردند و به هلاکت رساندند. از این رو پروردگارشان آنها و سرزمینشان را به خاطر گناهانشان در هم کوبید و با خاک یکسان کرد و خداوند هرگز از فرجام مجازات ستمگران هراس ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی. سوگند به شب در آن هنگام که جهان را می پوشاند و به روز هنگامی که جلوگر و روشن می شود و سوگند به ذاتی که جنس مذکر و مؤنث را آفرید
که سعی و تلاش شما گوناگون است. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. پس آن کس که در راه خدا انفاق کرد و پرهیزگاری پیش گیرد و پاداش نیک الهی را باور کند، ما او را در مسیر آسانی قرار می دهیم. و اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اما کسی که بخل ورزد و خود را بی‌نیاز شمارد و پاداش نیک الهی را انکار کند، او را در مسیر دشواری قرار می دهیم. و ما یغنی عنه ماله اذا تردى. و هنگامی که داخل قبر انداخته شود، اموالش به حال او سودی نخواهد داشت. این علینا للهدى و این لنا للآخرة والأولى. به یقین هدایت راه خیر و شر مردم بر عهده ماست و به یقین آخرت و دنیا تنها از آن ماست. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. و شما را از آتش ترسناکی بیم دادیم که جز بدبخترین مردم وارد آن نمی شود، همان کس که آیات خدا را تکذیب کرد و رویگردان شد. و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکی. و با تقواترین مردم از آن دور داشته خواهد شد، همان کس که مال خود را در راه خدا می بخشد تا نفس خویش را به وسیله این کار پاک سازد. و ما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف یرضى. و هیچ کس بر خداوند حق نعمتی ندارد تا جزای آن داده شود، بلکه هدفش تنها جلب رضای پروردگار والایش می باشد و به زودی خوشنود خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سوگند به ابتدای روز و به شب هنگامی که آرام گیرد که پروردگارت هرگز تو را ترک نکرده و تو را مورد خشم قرار نداده است. وللآخرة خیر لك من الاولی. و به یقین آخرت برای تو از دنیا بهتر است. ولسوف یعطیک ربک فترضی. و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. الم یجدک یتیما فآوی ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. آیا تو را یتیم نیافت و برای تو پناه داد و تو را سرگردان و حیران یافت و هدایت کرد و تو را نیازمند یافت و بی نیازت نمود، پس یتیم را تحقیر مکن. و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. و سائل یعنی گدا را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بیان کن، یعنی در دسترس همگان قرار بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. آیا ما سینه تو را فراخ نکردیم و بار سنگین تو را از تو بر نداشتیم؟ همان بار سختی که بر پشت تو سنگینی می کرد و آوازه تو را بلند ساختیم، یعنی ذکر تو را جاودانه گردانیدیم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. پس به یقین بعد از هر سختی آسانی است. به یقین بعد از هر سختی آسانی است. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. پس هنگامی که از کار مهمی فارغ می شوی به مهم دیگری بپرداز و مشتاقانه به سوی پروردگارت توجه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. سوگند به انجیر و زیتون و کوه سینا و سوگند به این شهر امن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. که ما انسان را در بهترین شکل و اعتدال آفریدیم، سپس ما او را در پایین ترین مراتب فروماندگان قرار دادیم، جز کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند، پس برای آنها پاداشی است تمام نشدنی. فما یکذبک بعد بالدین. پس ای انسان، چه چیزی سبب می شود که بعد از این دلایل روشن روز جزا را انکار کنی؟ الیس الله باحکم الحاکمین. آیا خداوند بهترین حاکمان نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید و انسان را از خون بسته‌ای خلق کرد. اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. بخوان که پروردگارت از همه والاتر است، همان کسی که به وسیله قلم برای انسان علم آموخت و به انسان آنچه را نمیدانست تعلیم داد. کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. چنین نیست که شما میپندارید. به یقین انسان سرکشی می کند چون خود را بی‌نیاز می بیند. این الی ربک الرجعی. و به یقین بازگشت همه به سوی پروردگار توست. ارأیت الذی ینهی عبدا اذا صلی. آیا دیدی کسی که باز می دارد بنده‌ای را که نماز می خواند؟ ارأیت این کان علی الهدی او امر بالتقوی.
آیا دیدی اگر این بنده به راه راست باشد یا مردم را به تقوا فرمان دهد؟ أرأيت إن كذب وتولى آیا دیدی اگر حق را انکار کند و از آن روی گردان شود؟ ألم يعلم بأن الله يرى آیا او ندانست که خداوند همه اعمالش را می‌بیند؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. چنین نیست که او میپندارد اگر از این کارها خودداری نکند موی پیش سرش را گرفته او را به سوی عذاب میکشانیم، موی پیش سر همان دروغگوی خطاکار را. بگذار یاران و همنشینان خود را صدا زند، ما هم به زودی مأموران دوزخ را صدا میزنیم. با شنیدن این آیت قرآن کریم بالای شما یک سجده تلاوت واجب میگردد. كلا لا تطعه واسجد واقترب. چنین نیست که او میپندارد، او را اطاعت مکن و سجده نما و تقرب بجو. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. به یقین ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. وما أدراك ما ليلة القدر. و تو چه میدانی شب قدر چیست؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. شب قدر از 1000 ماه بهتر است. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای هر کاری نازل می شوند. شبی است سرشار از آرامش و سلامتی تا طلوع صبح. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. کافران اهل کتاب و مشرکان از آیین خود جدا نمی شدند تا آنکه دلیل روشن برای آنان بیاید. پیامبری از سوی خدا بیاید که صحیفه های پاکی را بر آنها بخواند که در آن احکام پرارزشی باشد. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. اهل کتاب نیز پیش از این در دین خدا اختلاف نکردند مگر بعد از آن که دلیل روشن برای آنان آمد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. و به آنها دستوری دادن نشده بود جز این که خداوند را با اخلاص بپرستند و از شرک به توحید بازگردند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند و این است دین پایدار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب
أولئك هم شر البریة. کافران اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند، جاودانه در آن میمانند و آنها بدترین خلق خدا هستند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. و یقین کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترین خلق خدا هستند. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. پاداش آنها نزد پروردگارشان باغ‌های جاودان بهشتی است که نهرها از زیر درختانشان جریان دارد و همیشه در آن میمانند. هم خداوند از آنها خوشنود است و هم آنها از خداوند و این مقام والا برای کسی است که از پروردگارش بترسد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. هنگامی که زمین شدیداً به لرزه درآید و زمین بارها و سنگینی‌های خود را خارج سازد و انسان بگوید زمین را چه شده است که این گونه می‌لرزد؟ در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می‌کند، چرا که پروردگارت به آن وحی کرده است. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. در آن روز مردم به صورت دسته دسته و پراکنده از قبرها خارج می شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره. پس هر کس به وزن ذره کار خیر انجام داده باشد آن را می بیند. و من یعمل مثقال ذرة شرا یره. و هر کس هم وزن ذره کار بد کرده باشد آن را می بیند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. سوگند به اسب‌های دونده مجاهدان در حالی که نفس زنان به پیش می روند و سوگند به آن اسب‌هایی که در برخورد سمهایشان با سنگها جرقه آتش می افروزند و سوگند به هجوم آوران سپید دم که گرد و غبار زیادی را برمی انگیزند و ناگهان در میان جمع دشمن ظاهر شوند. این الانسان لربه لکنود و انه على ذلك لشهید و انه لحب الخیر لشدید. با یقین انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس است و خودش نیز بر این ناسپاسی گواه است و با یقین او علاقه شدید به مال دارد. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور
نمی دانند در آن زمان که آنچه در قبرهاست برانگیخته می شود و آنچه در درون سینه هاست آشکار می گردد. در آن روز پروردگارشان از احوال آنها کاملا آگاه است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. القارعه ما القارعه وما ادراک ما القارعه. حادثه بزرگ. آن حادثه بزرگ چیست؟ و تو چه می‌دانی که آن حادثه بزرگ چیست؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. روزی است که مردم مانند پروانه ها پراکنده خواهند شد و کوه‌ها مانند پشم رنگین متلاشی می گردد. فأما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. اما کسی که در آن روز وزنهای اعمال او با حسنات سنگین است در یک زندگی کاملا رضایت بخش خواهد بود. و اما من خفت موازینه فأمه هاویه. و اما کسی که وزنهای اعمال او از حسنات سبک است پناهگاهش هاویه یعنی دوزخ است. و ما ادراک ما هی نار حامیه. و تو چه میدانی هاویه چیست؟ آتشی است بسیار گرم و سوزان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. افزون طلبی به مال و ثروت شما را به خود مشغول نموده و از خداوند غافل ساخته است تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. چنین نیست که می پندارید، به زودی آگاه خواهید شد. باز هم چنین نیست، به زودی آگاه خواهید شد. کلا لو تعلمون علم الیقین. هرگز چنین نیست. اگر شما علم یقین را می دانستید، افزون طلبی شما را از خداوند غافل نمی کرد. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. به یقین شما جهنم را می بینید، سپس آن را به گونه آشکار و عیان مشاهده خواهید کرد. پس در آن روز همه شما از نعمتهای الهی که داشتید بازپرسی خواهید شد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوگند به زمان. به یقین انسانها در زیان است جز کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند و یکدیگر را به ادای حق سفارش کرده و به استقامت و شکیبایی توصیه نمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. ویل لکل همزة لمزة
وای بر عیبجو و طعنه زننده، همان کس که مال فراوانی جمع‌آوری و آن را مکرراً حساب می کند، به آنکه حلال و حرام آن را در نظر بگیرد. او گمان می کند که اموالش او را جاودانه می سازد. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. چنین نیست که او میپندارد. به زودی در حطمه یعنی آتش دوزخ انداخته می شود. و تو چه میدانی؟ حطمه چیست؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. آتش برافروخته الهی است که بر دلها سر می کشد. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده. با یقین این آتش آنها را در بر می گیرد که سرپوشیده است در ستونهای کشیده و طولانی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آیا ندیدی پروردگارت با صاحبان فیل چی کرد؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. آیا نقشه آنها را در ضلالت و تباهی قرار نداد و فرستاد بر سر آنها پرنده‌هایی را گروه گروه که آن پرنده‌ها صاحبان فیل را با سنگ‌هایی از گل پخته هدف قرار می‌دادند؟ سرانجام آنها را همچون کاه خورده شده گردانید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف. به سبب انس قریش و الفت آنها به سفرهای زمستانی و تابستانی فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. پس به شکرانه این نعمت بزرگ باید پروردگار این خانه را عبادت کنند، همان ذاتی که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. ارأیت الذی یکذب بالدین. آیا کسی که روز جزا را پیوسته انکار می کند دیدی؟ فذلك الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. او همان کسی است که یتیم را با خشونت میراند و دیگران را به طعام دادن مسکین تشویق نمی کند. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون الماعون. پس وای بر نمازگزارانی که از نماز خود غافلند، همان کسانی که ریا می کنند و از دادن وسایل کمکی و ضروری برای نیازمندان دریغ می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. إنا أعطيناك الكوثر
ما به تو چشمه کوثر را عطا کردیم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. به یقین دشمن تو قطعاً برید نسل و بینام و نشان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. بگو ای کافران، آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم و نه هم شما آنچه را من می پرستم می پرستید. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. و نه هم من هرگز آنچه را شما پرستش کرده اید می پرستم و نه شما آنچه را که من می پرستم پرستش می کنید. لکم دینکم ولی دین. حال که چنین است، دین شما برای خودتان و دین من برای خودم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرا رسد و مردم را ببینی که گروه گروه وارد دین خدا می شوند، پس پروردگارت را به پاکی یاد کن و از خداوند آمرزش بخواه که بیگمان او بسیار توبه پذیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. تبت یدا ابی لهب و تب. بریده باد هر دو دست ابو لهب و مرگ بر او باد. ما اغنى عنه ماله و ما کسب. هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد تباهی و عذاب را از او دفع نکرد. سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. و به زودی در آتش شعله‌ور داخل می شود و نیز همسرش در حالی که هیزم کش دوزخ است و در گردنش طنابی است بافته شده از لیف خرما. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بگو اوست خدای یگانه، خدای ثابت و بی‌نیاز، کسی را نزاده و از کسی زاده نشده است و هیچ کس او را همتا نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده صبح از شر تمام آنچه آفریده است و از شر شب زمانی که کاملا فرا می رسد و جهان را زیر تاریکی خود می گیرد و از شر آن که در گره ها می دمند و هر تصمیمی را سست می کنند و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می ورزد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بگو پناه میبرم به پروردگار، به مالک و حاکم مردم، به خدا و مبعود مردم، از شر وسوسه‌گر پنهانکار، وسوسه‌گری که درون سینه انسانها وسوسه می کند، خواه از جن باشد یا از انسان.